satmanın aman 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 hey zamanıdır. از اینجا رویم التماس. چی شد بیاز؟ خوب هستی خواهرم؟ اکا جان التماس از اینجا بر اومده رویم. مذهبی سرتون را خم کنه. کسی از جایش نجنبد. عالی. گروه یکم جایتان را مستحکم کنید. گروه دوم از طرف راست حمله کنید. امروز با جلادت شناس می شوی. انتظار شو می آیم فرهاد. کسی از جایش نجنبد. اگر سجی چراغ را خاموش کنه. اکا چی گپ شد؟ نمیدونم ایاز. تو همه رو گرفته به قفا بو بردادرم. زود درویش احتیاط شو. زود ایاز زود بیروید. خم شوه. فرهاد اینها کیستن؟ چی گپ است؟ نمیدونم گول. سوال دادن رو بس کردم فرام. من گناهکارم. بیاز تمام آرام شد. گذشت. هیچ کس از جایش نجنبد. بیاز احتیاط شد. اکا با من هم سلاح ده. اکا با من هم سلاح ده. خودت رو حمایت کن ایاز. بیهوده تیر خالی نکن. سرشان رو بریشون گیر. سرشان را. تو خواطیر نشو. داشته باشد و یاری بیاید. اگر کسی دیگر سلاح نداره. از آن پدرم است اما کار میکنم. با یلدیز یکان چیز نشود. گروه سیوم یلدیز را با بیرون برارید. تکرار میکنم یلدیز را با بیرون برارید. پاورم اجرا میکنید. جناب چی میگویی؟ چرا یلدیز برایتان اینقدر مهم است؟ آخر او یک نوشاگرد است. یک وقتا تو هم نوشاگرد بودی ظفر. این را فراموش نکن. از پس کارت شو. آمدم. اینجا رو نیز احاطه کردم. احتیاط شو ایاز. آرام شوید. جانا بیاز احتیاط شوید. اما که احتیاط شوید. احتیاط شوه. ایاز التماس احتیاط. فرهاد این جای را نیز احاطه کردم. درویش تو کپا را محافظت کن. اینجا را باشد ما محافظت میکنه.
درویش احتیاط شو. جناب 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 شما چی تیر خورده؟ درویش من گناهکارم. اورا باز ما غالب شده مزگی جان. این نوبتی نشود. بگیر. این از آن تو. امروز روز تولدت به توفه نمی شود. تشکری زیاد. بیا رفتیم. من کرته‌اتان را رسوا کردم جناب، ببخشید. اگر یک کرته خریدی حسابمان صفر می شود. چه میگویی تو؟ خریده نمیتوانم جناب. من تا پگاه زنده نمیمانم. گریختن را قبول نمی کنم. کرتم را طلب می کنم. زنده خواهی ماند پسرم. من میمیرم. میمیرم. نمیمیری درویش، نمیمیری. زندگی خواهی کرد پسرم. معلوم است. شما دستم را گرفت. میخواهم که هنگام مردن شما دست مرا بالای دستتان گرفته باشید. خودت رو از دست نده پسر. صحت خواهی شد. تو نجات خواهی یافت. تو چه ها رو پشت سر کردی؟ نه خود این را نکنی. یاری دهید ببریم. تا رفت حدود آنها تنگ می شود جناب. کمی پس سربازان ما وارد می شوند. درون را دیده می توانی؟ فرهاد سگ در آنجا است. درون بسیار تاریک است جناب. حالا یگان چیز را دیده نمی توانم. جنابی ترسی احوالش چه خیل است؟ مرا درباره مادرم دفن کنید. از من راضی شوید. از دست نده. خود را از دست نده. از دست نده پسرم. اشهد بالله
بیا خیلی این أشهد أن محمدا عبده ورسوله درویش درویش جایت جنت شود دادرم. بیاید حیوان ها، همه تون بیاید بیانموز ها. تا حال آنها چرا انتظار هستند ظفر؟ آنجا یک آدم است، تنها یک آدم. تا حال آن سگ را نکشتند. کمی پس او را نصف میکنیم جناب. تیرش خیلی کم مونده است. تو چی ها میگویی؟ چی ها میگویی؟ من در آنجا ژتمی بزرگ را آوردم. تو آیدی تیری چی سخن میرانی؟ و من او را بیارند ظفر، و من فرهاد را بیارند ظفر، بیارند. التماس به شما یگان چیز نشود. نمیرید، شما نمیرید. التماس، من طاقت کرده نمیتوانم. گل چند تیری دیگر داری گل؟ همگی 5 تیر مونده است. اگه سجید شما چی؟ این هست، برای این تیر لازم نیست. اکا ما رو تنگ کردن، از اینجا زنده برآمدن نمیتوانه. اکا اومدن. ازگی؟ سخت دار ازگی. بین آخرین برفک را نبوینی، با دهان باید خورد. بعد آن شکر به اینجا می آید، بعد به اینجا، بعد به اینجا، به اینجا. ایستا. در کجای دکه؟ برای چی امروز نآمده؟ خدایا آنها را نگه دار. نه آیند هم دانم که زنده‌اند. بس است. کمه انتظار شوه، بسیارتر نزدیک شوند. تنها سرشان را به نشان گیرید. بمانید نزدیک شوند. یا بسم الله. بس است. تحسین پسرم. بس است. جناب تحسین.
فاحشتان منم بیایید، من اینجا هستم، بیایید. چی گپ است؟ آدم هایم ظفر، در آنجا کسی هست ظفر در آنجا کسی هست. او آدمی ما نیست ظفر. گروه چهارم زود به طرف شرق گذارید، زود. فرهاد هم در آنجاست، دیدم. بکشند این سگ را، بکشید این سگ را. کسی به ما یاری میدهد گل؟ این همان است فرهاد، سایه است، برای به ما کمک کردن آمده است. مادامی که همین خیل است او را شرمنده نکنیم، تیرهایمان را خوب استفاده کنیم، یگان تایش را بهوده نپرانیم. یا بسم الله. فرهاد، در کجایی فرهاد؟ در کجایی حیوان؟ گروه یکم جواب دهید، در کجایید؟ جواب دهید. فرهاد، جگرت را میکنم فرهاد، تو را میکشم فرهاد. صبر کنید، کم مانده است. خدا خواهد نشد میابیم. او کی است ظفر؟ ظفر، این آدم کیست؟ چگل پیدا شد این شخص کیست؟ نمیدانم جناب، نمیدانم، اما پس از اینقدر زد و خورد تا حال این شخص زنده باشد، پس دل و جگری ما را کنده میگیرد. رفتیم جناب، به قفا میگردیم. چی میگویی حیوان؟ جگر را به من نگو. فرهاد، تیری من تمام شد. من هم 2 تیری دیگر دارم. اکا، باز 4 نفری دیگر دشمن هست، چیکار میکنیم؟ خدا بزرگ است ایاز، خدا بزرگ است. تیر نداریم ولی آدم داریم، خدا به شکر. این شاکران بود. جناب بیاید رویم، زود از اینجا گریزیم. آوازها پس شد، صدای سلاح به آخر رسید، تیرشان تمام شد. جناب باید از اینجا رویم. ظفر، تا حال 2 آدممان زنده است. نابکار، اینها هم مردند. پیش درا می رویم، راه گرد.
کسی از جایش نجنبد. آماده باشید. من بیرون رو از نظر میگذرانم. آماده باشید. آماده. تشکر به تو سایه. میدان را خالی کنید. تیاره فرود می آید. شاید این تیاره جنگی باشد. آمد. دایما همین خیل بیمون میلش. چه خیل؟ خورسند، خندآور، یعنی بولیده روح. تو حالا مرا نمیشناسی. تو به من فرصت دهی باز چه ها را میبینی؟ کاری میکنم که دردت از جگر یکت میریزد، از جگرش. مرا ببخش پسرم، التماس ببخش. همدردیم رو قبول کنید. جناب تحسین در بالا است. جایش جنت شود. دوستان زنده باشند. جایش جنت شود. دوستان زنده باشند. تعزیه ما را قبول کنید. همدردیم را قبول کنید. تعزیه ما را قبول کنید. همدردیم را قبول کنید. بسیار غمگینم. خدا صبر دهد. دوستان زنده باشند دخترم. دوستان زنده باشند. با من یکون خدمت هست. ذره نمیدونم که با شما چه خیلی کمک کنم، اما باور میکنی من هم ذره نمیدونم دخترم. انسان فرزندش را از دست دهد چیکار میکند؟ دردش را در کجا میریزد؟ باور کن من هم نمیدونم. تنها یک دعای خالی است. رئیس اجازه دهید کسی این را به شما روا دیده باشد زیر پا کنیم، جایشون در کجا باشد ویران کرده آتش زنیم. لازم باشد کوچه ها را احاطه کنیم. امر دهید رئیس. بمیرید گوید میبریم، کش گوید میکشیم. آرام. میدانم جوان هستید، خونتان آرام نیست. اگر بر ضد ناحقی دهانتان را پوشید هم موشتان آرام نمیستد. لیکن این طور موفق نخواهیم شد. هدف انسان چقدر که درست باشد سببهایش نیز همان قدر درست خواهد شد. درخت خم سایه راست را ندارد. صبر میکنیم. دلمان را به مانند دندانمان پخش کرده صبر میکنیم تا همان وقتی که خدای بزرگ بگوید بنده هایم به پیش. حالا باشد آرام باشید. جناب تحسین، کمی پیش پلیس ها آوردن.
چیزهای درویش است. به من اجازه دهید. امروز مردم مرا برای خود انتخاب کرد درویش. من باشم برای مردمم بپوخیستم. من برای مردمم زندم درویش. من بعد در کتفم نه سنگ بلکه حق، حقوق و حقیقت رو میکشونم. میخوام که تو هم در این راه با من همراه شوی درویش. اگر در پیش قدمتون با من جای باشد جناب، من چه هم میگفتم. خدا از شما راضی باشد که مرا سزاوار دانستید. از تو نیز خدا راضی باشد. این تسبیح را بگیر. هرگز دانه هایش را نشمار. وقتی که انسان به دوست داشتهش هدیه ببرد نمی شماریده است. در این راه وقتی که دلتنگ شوی به دست تسبیح را گرفته خدایا صبر بگو. خدایا صبر، خدایا صبر. معنای تسبیح در دل تسبیح گیرنده پنهان شده است. یک روز تنها برای خودم یک روز طلب کردم. اگر آن روز از جتم خارج می شدم این مصیبت به سر ما نمی آمد. شاید امروز درویش زنده می بود. از کجا می دونستیم فرهاد؟ اگر این خل شدنش رو می دونستیم من با تو یک روی می کردم. با دشمنان مقابلیت نشون دادیم ولی یک شهید دیگر داریم. دلتنگ می شوم. با درد آنها طاقت کردن نمی توانم. بیاز تو اون روز از اینجا رویم. من خود را بدیس میکنم گفته بودی. حتی زود از جایت خیسته بودی. من وای دلت گواهی دادن بیاز جان. حس کردی که حادثه بد رخ میدهد. آها بله. از جناب تحسین چی میخواستم؟ چرا باز او را تعقیب کردند؟ و در اونجا بودنش رو از کجا می دونستند؟ تگ کاسه نیم کاسه است. سنگ ها در جای خود نمیستند. پس از جنازه درویش این حادثه را باید تفتیش کنیم. گل بوی های بدی را حس میکنم. رفتیم به خانه داریم. من باید به تو یک چیز رو بگویم. دیگر طاقت کرده نمیتوانم. پدر، از دیروز یگان چیز نخوردید. باید یگان چیز خورید. از همه مهم این سلامتی شماست. چه خیل سلامتی، چه خیل. کاش که میمردم و خلاص میشدم. آخر من شما را نبیفتم پدر. بمیرم هم سر نمیدیم. اگر تو نمی بودی یک سال میشدم، میافتادم. تو کی کلان شدی؟ اصلا من عموما کلان نشدم پدر. خواستم که دائما در بر شما کودک بمانم. سرم را سیله کنید. با دستانتان مرا با آغوش گیرید. خود را داشتن نتوانسته گریه میکنم گفته. دائما کودک ماندن را خواستم. برای آنکه مرد گریه نمیکنند میگفتید. گریه کن،
گریه اصلا مردان میگریستند. چی شد بیاز؟ چی در داری؟ بگو خواهر جان. با چی دیگر طاقت کردن نمیتوانی؟ سببگاری حادثه های دیروز من هستم. من سببکار شدم. تو چه ها میگوی بیاز؟ با سبب تو به سر ما چه هم میامد؟ من به حیات شما وارد شدم چون که من دردی تو رو فهمیدم. وقتی که این همه در روزی تولدی تو شد، تو هم خود را گناهگار شمردی و یگان چیز تو سبب نشده ای. تو گناه نداری جانم. فراموش کن اینها را، از یادت برار. فهمیدی؟ خواهرکی مهربانم. با جانان و به تو پدری کرده نتوانستم. من خود چگونه انسان هستم؟ خواهی مرا یک طرف گذارید پدر. با جانان کرده هایتان بی نهایت وزنین است. چه خیلی این را با او روا دیدید؟ آن وقتا جوان جاهل بودیم. فکر کردیم برای او از همه درستش همین است. بعداً به خود آمدم. الکی تیر از کمان جسته بود. تو چرا خود را حساب نمی کنی؟ چرا از گریبان من نمی گیری؟ تو با من چگونه پدر هستی نمی گویی؟ شما یگان چیز را میدانید که این خیل کرده اید. اگر گذشته را پرسجو کنیم من با پا خسته نمیتوانم. من امروز شما را با دهان پر پدر میگویم. همین برایم کفایه است. اگر تو آدم نمیشوی گوید هم راضیم. امروز تو آدم شده ای. آدم شده ای که دلم را تنها نزد تو خالی میکنم. مرهم مالیدن تو را انتظار هستم. سواش؟ سواش در اینجا چی کار میکنی؟ اکای سواش مکتبمون رو نجات میداد از معلمه بیاد. حتی پول هم آورده از معلمه. بله. امروز 50 لیره جمع کردم. خاطر نشو تو بگو باز 50 لیره دیگر جمع خواهم کرد. باز همان کارت رو میکنی سواش؟ من چی کار کردم؟ با مانندی دفعه گذشته کودک‌ها رو ناامید میکنی، فکر آخر رو نمیکنی. بعد من کوشش میکنم که این همه رو اصلاح کنم. از برای خدا سواش، با این پول مکتب رو نجات داده میشود. تو تنها هستی، من باشم یک معلمه عادی. خوش، من چون این پول رو در تنهایی بسیارتر جمع کرده میتوانم، اما مایلش. حق هستی، من تنها هستم. اگر من برای این 10 نفر باشند 500 لیره میشود. اگر 20 نفر شود 1000 لیره است. اگر 100 نفر شود این کار حل است بیاد. چی میگویی سواش؟ اینقدر آدم ها رو از کجا پیدا میکنی؟ من الکی یافتم. راه کرد میرویم. راه کرد. سواش ای؟ رفتیم. سواش کودک‌ها انتظارن آخر. سواش Sefinem gark oldu dert deryasına, sahrayı sinemi sel aldı gitti. Sefinem gark oldu dert deryasına, sahrayı sinemi sel aldı gitti. Hasret genç olmuştur dil Leyla'sına, bülbül tek zarımı gül aldı gitti. آقا خوب هستی؟ اما شبی در روز خوب نکرده. چی شد؟ بچه ها شما رو به خانه ببرند؟ راست میگویی پسرم، پیر شدم. هر جا رفتم در پیشینم را پر زور میکنند.
دلم دیگر تاب نمیارد. امک را به خانه برید، از نزدش دور نشوید. اگر یگان چی شود اول به من زنگ زنید. در اطراف کسی نیست. جناب تحسین، بسیار غمگین هستم جناب تحسین. در لیرانه مبارزه برد. درویش کوشش کرد که شما را محافظت کند. خدا جایش را جانت کند. آمین فرهاد، آمین. جناب، عملیات دیروزه رو کی کرده از فهمیدیم؟ جیته من هم میدانستم. با پلیس فشار آورده همه جسدها رو نیست کرده اند. عملیات دیروزه همچون حمله تروریستی به قید گرفته شده است. دویمو همین خیل است. دویمو فریبونه رنگ است. اما بس است فرهاد، بس است. اگر به خلق سیمای اینها رو نشان ندهیم، این چنین بسیار درویش ها رو به خاک میسپاریم. راه گرد. سواش مرا به کجا میبری؟ صبر کن، بی از قریب آمدیم. خدایا، سواش آخر چرا به اینجا اومده؟ ای دخترک، او در اینجا چیکار میکند ها؟ این پسر قلیج دهن است. خواهرم بیاز، این آباش تو رو ناراحت میکند. نه اکا جان، نه، شما شینید به این همه رفتنی بودیم. بله، معلوم است که در اینجا همه من رو میشناسد. این منم، پسر قلیج که نامش تو به اینجا آمده است. منم. تو با کدام رویت به اینجا آمدی؟ بیرون برو، ما به تو بر این آدمان کار نداریم. سواش بیا رویم، التماس. بیاز، با یگانجا نمیروم. من اینجا همچون پسر قلیج نآمدم، برای تو آمدم. بله جنابان، با اینجا برای همسایه‌تان، برای دخترتان بیاز آمدم. هنگامی خود نشاندهی این محله را از آن ما میگوید. خواهرتان یا همسایه‌تان را حتی خبر هم نگرفتید. بیاز، تنها خود مکتب دختر شما را یا مکتب یگان شناستان را نجات دادنی است. با در کسی نرفته و با شخص گپ نزدهش نماند. وقتی شد که برای آن کودکان سرش رو خم کرده پول طلب کرد. آیا اینها را میدانستید؟ این نابکار درست میگوید بیاز. البته راست میگویم. شمایان در اینجا چای گرم را نوشیده به خانه گرمتان میروید. گوشهایتان را محکم کرده در کدام محل بودن خواهرتان همسایه‌تان را نمیپرسید، به یاد هم نمیآورید. اما هنگامی در مشکلی بودن و گرسنه بودن همسایه تو نباید در خانه بشینی. تو بسیار سخنی درست میگویی، ولی ما یگان ذره پولی جمع کردن نداریم. چیکار کنیم؟ در دست و جمع کردن نداریم گفتنش آسان است. من از شما کاری دشوار را طلب میکنم. اگر لازم آید از ریسک فرزندانتان جدا کنید. من پسر قلیج دهنی مشهور با اون کودکان برای پول حلال آوردن از دستن چی کاری که آید من میکنم. موشین میشویم، مردی کاری میکنم، سنگ میکشانم، آب میکشانم، اما از اون کودکا روی نمیگردانم. با آن کودکا درم رو نمیپوشم. شمایان چی؟ شما همچنین کارو کرده میتوانید. جناب، چی خیلی که امر کردید جسدهای سربازهای دیروزه رو نیست کردیم. پلیس رو نیز حل کردیم. من بعد کسی سراغه ما رو یافته نمیتواند. میتوانیم که راحت باشیم. ها، در واقع آرق چیزم زد. میخواد با شما بخورد.
جناب شما خوب هستید؟ یگان چیز شد؟ به مانند این ماهیچه‌ای در فانوس بوده هستم ظفر. گویا که اطرافم احاطه شده باشد. هر قدمم زیر نظارت است. هر کاری که کردن میخواهم با خبر میشوم. گویا که فکری مرا پیش از من میدونسته باشند. حرکت کردن نمیتوانم. آخر من مغلوب نشونده بودم ظفر. آخر من کلیج دهن بودم. نه؟ ما در کجا خطا کردیم؟ نه؟ سیری ریسمون رو در کجا از دست دادیم؟ اوستو خالد، من سخنهای تو صدقم بودن؟ ها؟ از صدق دل گفتی؟ حتی هر جمله اش را. حالا میبینیم سوش دهان. میبینیم. محمود چی حال داری پسرم؟ خوبم شکرانه خدا. برای سلامتیتان دعاگو هستم. مرحمت شنید. تشکر. دختری تو چند ساله شد؟ اگر نصیب باشد خدا خواهد پس از 1 ماه 2 ساله می شود. بسیار خوب، بسیار خوب. در تولد خانه روزی تولدش را در یاد دارم. تنها هم نبودید؟ تنها نبودیم، لیکن در بیمارخانه به گرو گرفته بودند. سلامت باشد، خواهرم بی‌از آمد. تو چی حال داری حسین؟ خوب هستی؟ پایهایم را حس نمی کنم، فشارم پست نمی شود، باز کسل قند هم هستم. آخر دختر تو را نگاه بین نمی کند؟ نگاه بین می کند، نه خود نگاه بین نکند. خب آبای دکتر شدنی بود؟ بله دکتر دل شدنی بود. دخترم قریب بود که از خواندن دست میکشید، بیاد سلامت باشد. با یافته دادن اداره پلی کمک کلانم کرد. جنابان، ما به اینجا برای تعریف کردن بیعزن آمده ایم، چون که همه همون میدانیم که در این محله در این نیست که دستیاری و نیکی دراز نکرده باشد. خوش ما چیکار کردیم؟ یگان کار نکردیم. فراموش نکنید که اگر امروز ما با او درمون را محکم کنیم و روی گردانیم، آن وقت ما از خدا برای یگان چیز طلب کردن باید که شرم کنیم. جناب حادثه را کی به عهده گرفت؟ میگویند که این حمله تروریستی است. شما چی فکر دارید؟ اگر جتیم به تروریست ها یا این که به این عمل چشم پوشیده باشد که معلومات های تا حاضر به دست آورده چنین میگوید، این چنین انگشتمان 1 نفر راهبرین تشکیلات قلیج دهن را اشارت میکند. فکر میکند ما را از بین برده، دعوا و فکرهایم را نیست میکند. بله، مرا کشته میتوانید، با مانند درویش که حالا جسدش خنک نشده است، اما فکرهایم را هیچگاه کشته نمیتوانید. با ما میگفتید که این معلومات رو چطور به دست آوردید؟ حالا بودن دست تشکیلات جیتیم نامعلوم است. نامعلوم نیست، با مانند روز عیان است. اگر از شب تابوت‌های شهیدان بیاید، یعنی به واسطه یا مستقیم، سایه آنها جای دارد. اگر انسان‌های نیک در جنگل با یک تیر کشته شده باشند، دانید که حیله است،
یا ایزی انگشتان دستی افلاس وجود دارد، به ماننده که دیروز شبانه درویش گنداولو جان داد. خیر اکنون شما چیکار میکنید؟ روح افتاده نمیشوم. حالا از این جای برآمده به دادگاه رفته آیید جنایتکاران دعوا میکشاید. حتما به مانند ما و مثل درویش رحمتی وطن دوست دادستان های جسور پیدا خواهد شد. دادستانی که از دستهای افلاس نترسد. انسان هایی که بی وجدان و بی رحم هستند سالها آدمان بیگناه را عذاب دادند. کسی که به این کار شریک باشد آنها نیز دست خونین دارند. خون شهید. از اینجا به قلیج دهن میگویم، قلیج دهن، همین را بدان که مبارزه من نو آغاز می شود. باز خودت را گرفتار کردی. ما از تازه کردن افلاسی تو برای کار خود وقت نداریم. من و تو تحسین را تعقیب نکن گفته بودن. از در آنجا بودن تحسین بیخبر بودیم. ما فرهاد را جستجو داشتیم. دست کن کلیج، دست کن. از این فرهاد دست کش، از تحسین دست کش، اول از این احمقیت دست کش. تو تنها وظیفه های به تو داده را اجرا کن، اگر نه این مراتبه سخت پشیمان میشوی. بله، به این هم خواهشی آنها نیز همین است. آنها ظلم کنند و ما خاموش ایستیم. سرتان را برداره جوانها. شما یگان کاری شرم آور نکرده اید. سر و دل شما راست است. زود باشید، بپاخیزید، بپاخیزید و مبارزه را آغاز کنید. مادامی که این خیل است، اول من سر میکنم. اینها چیستند؟ اینها لایحه‌ای 10 سال پیش کشیده شده شهرکمان است. با کم اصلاحات آماده میکنیم. یک وقتها این آرزوی من بود. حالا باشد این آرزوی توست ایاز. رو و آنها را عملی کن. تمام روندهای رسمی را آغاز نما. هر یک ثانیه بیهوده گذشته استخوانهای درویش را به درد میارد. زود باشید، از پسی کار شوید. بیناموس ها، اگر از دستم می اومد این بینو را به سرشون چپا میکردم. فرهاد وعده داده بودی آرام شو. با غضب یگان چیز رو به دست نمیاری. آرام شده نمیتوانم گل. درویش مرد. باز یک بیگناه در پیش چشمم مرد و من یگان کار کردن نتوانستم. آدمانی در اطرافم بوده را حمایه کردن نتوانم. در ند این سگا من چیکار دارم؟ یگید از برای خدا آرام شو. فهمیدی؟ اگر خواهی که به جناب تحسین یاری دهیم نقشه آینده کلیچ را باید بفهمیم. فهمیدی؟ رفیقان، مسئله های شخصی را در خانه حل میکنیم. آخر اینجا کارخانه است. همه خیل نه؟ دستت را بگیر. فهمو پسر، چرا عصبی میشوی؟ خدایا توبه. از عملیات تحسین کلاغلو چرا من خبر ندارم زفر؟ ما کی به تو حسابات داده بودیم جناب ایگید؟
мин баъд ҳисобот медиҳӣ Зафар. ҳайвон, гӯш кун. ҷоятро бидон. асаби маро вайрон накун. Yigit, iltimos. Zafar гӯш кун. медонӣ дар амалиёти таҳсин кулоғлу аз аввал мо ҳам ҳастем. амалиётро аз роҳбар шунида ҳайрон шудем. Yigit барои ҳамин асабӣ шуд. беҳуда асабӣ шудаед. мо намедонистем ки таҳсин ҳам дар он ҷо буд. амалиёт зидди таҳсин набуд. агар мебуд шумо ҳам хабардор мешудед. чӣ хел? барои чӣ амалиёт гузаронидед? ҳадафатон кӣ буд? фарҳод. ҳадаф фарҳод буд. фарҳод гуфтӣ? ба ӯ нигоҳ кун ҷонон. бо як мушкилӣ ба пӯ истодааст. мо хоҳарамонро ёфтему, ҳамроҳи мо балоҳо хоҳарамонро ёфт. шояд ӯ мегӯяд ки кош акаҳоямро намеёфтам. ба фикри ман баръакс аст. хайр аст ки акаҳоям дар барам аст мегӯяд. агар оила так ягоҳ бошад, кас дар зиндагӣ ҳеҷ гоҳ пеши по намехӯрдааст. ҳақ астӣ ҷонон, ҳақ астӣ. то даме ки мо муттаҳид бошем, ҳамааш ҳал мешавад. ба ту ваъда медиҳам, рӯзҳои хуб наздиканд ҷонон. ҳамин нақшаро мо амалӣ гардонем, дуои неки одамонро гирем, он гоҳ касе ба мо халал расонда наметавонад. то даме ки дасти ба даст бошем, ягон коре нест ки ҳал карда натавонем. ҷонон, розӣ ҳасте ки ин корро якҷоя амалӣ кунем? албатта розӣ ҳастам. чӣ хеле ки ҷаноби ҳасан гуфтанд, мин баъд сарамонро хам нахоҳем кард. иншоаллоҳ ҷонон. тариқ тариқ дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ? хуб ҳастӣ? ягон воқеа шуд? гап зан охир. апа, туро сахт ёд кардам. яъне ниҳоят изи фарҳодро пайдо кардаед. кошки маро низ ба амалиёт ҷиғ мезадед. шояд монеа мешудам. нафаҳмидам. ба чӣ монеа мешудӣ? ба гурехтани фарҳод. инро бибин, а? ба ту як чиз мегӯям. ба фикри ман ту худро ин қадар ҳам муҳим надон, ҷаноби Йигит. эй нобакор, мо бо танку тӯфанг ҳамла карда дастгир карда натавонистему, ту бошӣ дар таноӣ дастгир мекардӣ? он лаънати гург аст, дар кӯҳу биёбон мегардад. дастгир кардани ӯ насиби ҳар як ҷавонмард намегардад. ту аз паси корат шав. хош изашро чӣ хел пайдо кардед? дар он ҷо буданашро аз куҷо фаҳмидед? як одамамон хабар дод. ки? Йилдиз гуфтани як духтар. ин мавзӯъ ба шумо дахл надорад. ҳама аз паси кори худаш равад. бешин. ҷаноби Йигит, ҳуҷҷати дар даст доштаатро чӣ кор кардӣ? нақшаи нест кардан омода аст? ҳанӯз не ҷаноб, вале дар сари он кор карда истодаам. аз ин бармеояд ки оиди ин кор карда истодаӣ. ҳоло мебинем ки чӣ қадар кор кардаӣ. зафар, гурӯҳи несткунандаро ҷамъ кун. аз онҳо баёнот мегирам. итоат ҷаноб. бароед. чӣ? духтари мо чӣ шуд? аз Йилдиз ягон хабар ҳаст? ҳанӯз не ҷаноб. ин духтар ба ягон муаммо дучор нашуда бошад. девона мешавам. дар он ҷо будани туро аз куҷо медонанд? Йилдиз кист? намедонам гул, аммо касе ки набошад маълум аст ки моро таъқиб мекунад. дар он ҷо буданамро медонад, вале кӣ буданамро не. агар медонист кайҳо мемурдам. акнун чӣ кор мекунем? ту бифаҳм ки ин Йилдиз кист, чӣ найрангҳо мекунад. ман ҳам барои маълумот ҷамъ кардан кӯшиш мекунам. фаҳмо? фаҳмо. фарҳод, худатро эҳтиёт кун. ҳангоми аз ту шубҳа карданашон аз ин ҷо рав. фаҳмидӣ?
اپا التماس گپ رو بسیار نکرده به خونه برگرد. پدرم چنان پشیمان شده است که تا سحر بیچاره خواب نمیکند. مرد چند ساله است آخر عیب است. برای من عیب نیست طریق. با کودک خرسا رحم نکرده است. از آغوش مادرم مرا گرفته است. برای چی با او رحم کنم؟ با من باور کن که ذره برای او غمگین نیستم. گناهکاران باید جزا گیرند. چه تمام عمر او را نمیبخشی؟ اگر تنها من را عذاب میداد شاید میبخشیدم، اما جبری به مادرم کردهش را بخشیده نمیتوانم. اگر او را ببخشم به روح مادرم خیانت میکنم طریق. مایلش اهمیت نده، فکر اینها را نکن، غمگین نشو. همه چیز خواست خدا است. کن تو چی کار میکنی؟ همه کارهایت خوبند؟ چه خوب شود اپا، حالمان روز به روز بدتر میشود. سواش ایوان شرکت را از خود کرد. شاید شنیده باشی با پدرم مناقشه میکنند. چه حال داشته باشن خودشون میدونند. به اینم من بعد عربای خودم را خودم میکشم. مثلا چی؟ کار جستجو میکنم. من بعد با مهنت خودم پول کار میکنم. نه به پدرم نه به دیگری محتاج میشم. به خلاصه درست آمده ای. به خیر شود. میبینیم یک هفته میشود که به ملاقات کاری میرم. حتی یک شرکت امروز زنگ زد. خیر قبول کردند. نمیشود گفت. اما غمگین نشو. به اینم اون مرد به من معقول نشد. یک مدیر افلاس خواهیم. ها طریق همراهی ایاز نقشه انشاءاتی نو رو عملی کردنیم. همه چیز رو از صفر سر میکنیم. همین طور به تو بر این شخص احتیاج داریم. میخوای که همراهی ما کار کنی؟ جانانی جان، من بر این کارگری با مهارت و زیبا را همه میخواهد اما من در زیر دستی اون بدبختی افلاس کار نمیکنم. طریق سخنی نیک بگو. در کاری ما کسی زیر دستی کسی کار نمیکند. تنها با کاری خیر سبب میشویم. این خیلی باشد مایلش. با شما برای کار من رفتم. طریق اپا از شنیدن این نام است من الرژی دارم. انگام شنیدن این نامش ناراحت میشم. بین چشمم میپرد. خیر به من اجازت. تو با فکر خودش با طریق پدری میکند. احمق گفته پسرم رو احمق کرد. آخر دخترش که از دست رفته است برای همین قدر این رو میفهمد. لیکن من باور نمیکنم پسرم رو از من خونو کرده نمیتوانی هلدون. گفتم طریق با واسطه مادرش تکرارا صاحب شرکت شدنش رو فهمد. باز به مانند گربه در اطراف پدرش در میزده باشد. هلدون تو حالا با صابونی من جامشویی نکرده ای. من ندانم که تو چقدر امیدوار هستی. رفیقان وظیفه های به شما دادم چی شد؟ تا حال حلوای کسی را نخورده ایم. چند روز باز استراحت میکنید؟ نظارت میکنیم جناب. برای از قفایمون دلیل نگذاشتن نقشه میکشیم. از نام خود گپ زن شیر بچه. من نقشه نمیکشم، زود حمله میکنم. این چی بوده است؟ روزی وزنین سیاستمدار حاجی حمید پسر 10 سالش رو در صدمه نقلیات از دست داد. چی؟ پسر آن شخص را نیز کشتی؟ همین خیلم گویم میشود کماندارم. از کودک چی میخواستی؟ وظیفت کشتن پدرش بود نه پسرش. گوشت را گشاده مرا با دقت گوش کن جناب یگید. قانون یکمی نیست کردن از قفایت دلیل نگذاشتن است. قانون دویمی نیست کردن از قفایت دشمن نگیر. اگر سری یگان کس را بریدنی باشی اولاد و اجدادش را نیز نیست میکنی. وگرنه روزی میشود که فرزندانش کلان شده برای قصد گرفتن پیش راحت را میگیرن و جای گریز را جستجو میکنی. انا همین خیل است. به مانند فرهاد سگ است. آفرین طولاد، آفرین. تشکر. کودک پدرش را یاد نکرده زود و نزدش فرستاده ای. بله جناب دونجر، شما چیکار کردید؟ معمای روزنامه نگار را. این شخص تا حال به مانند شکرک سرخ در اطراف دار میزند. تیاری دیدم. در دوام 2 روز به آخر میرسد. بسیار خوب. از این برمی آید که با تو خرسندی میکنیم. اینها خبرهای خوش است. از این برمی آید که غیر از یگید همه به درس تیار شدند. بله جناب یگید، دفعه آینده نگرد.
بلکه کار میخواهم. اکنون برای این یلدیز کیست؟ در یگان عملیات ثبت نام نشده است. درو با جاسوسان نو شما مشغول میشدید خانم گل. برای درس مهارت شما را انتظارند. کار دارم، دیگر کس رود. قماندان کلیش شخصا شما را طلب کردند. مایلش رو. دکانی گفتم همین جاست برادر. از احوالش معلوم است که مدت زیاد استفاده نشده است. این چون این تعمیر طلب است. چی میگویی جانم؟ اینجا رو آفیس کنیم میشود؟ بیرون رو به ترتیب دراریم. باز دیوارها رو رنگ سفید کنیم. وسیع نمی نماید و تازگی مکمل کنیم. کفایه است. دیوارها رو تو همراه اکای فرهاد رنگ میکنیم. ما همراه بیاز تازه میکنیم. بیاز؟ لبای میگویم که دکان رو همراه تازه کنیم. البته. خیر، مادامی که خواهرم میشود گفت این کار حل است. بسیار خوب. مبارک شود. تشکر. مبارک شود دخترم. سر کردن ده؟ سر کردن بشیر. من بد سگ و شغل از قفایشان دور نخواهد شد. با دقت آنها را نظارت کن. هم ایاز هم جنان به شما امانت است. خواطر نشوید خانم. هر قدمی گذاشتهشان را تعقیب خواهیم کرد. باری دیگر مبارک شود. پگاه آمده گرانفولی را میدیم. شرطنامه را نیز امضا میکنیم خدا خواهد. انشالله. تشکر. بیایید رفتیم. هالدون؟ جانان دخترم. قماندان یک چیز رو بپرسم. اول کار رو اجرا کن بعد. تمام شد. این رو از کجا یاد گرفتی؟ کمی پیش شما یاد دادید قماندان. یک بار دیگر تکرار کن. اما اول باید سوال میپرسیدم بعد دادید. مایلش پرس. قماندان ما کی ادای وظیفه میکنیم؟ کی که تیار شوید همان وقت به کار شروع میکنید. خوش اگر هنگامی ادای وظیفه ناموفق شویم میرانند. دیگر سوال نپرس. اما 2 مرتبه اجرا کردم. برای 2 مرتبه سوال دادن حق ندارم؟ به این هم 2 سوال دادی. تو چی نام داری؟ آیشه اردک ارزروم. امر دهد قماندان. گوش کن آیشه اردک. بار دیگر سوال دهی ادای وظیفه نکرده رانده میشوی. فهمیدی؟ فهمیدم قماندان. بشین. شما باشد مسخره نکرده از رفیقتون یگان چیز را بیاموزید. اکنون مشق کنید. باید یلدز گفتنی دختر رو پیدا کنم. لیکن من با چی کار مشغول هستم؟ شما در اینجا چی کار میکنید؟ مرا چی خیل یافتید؟ جانان دخترم برای صحبت کردن آمدم. ما یگان گپی میگفتگی نداریم. روید از اینجا. دخترم من خطا کردم تو نکن. اول من رو گوش کن. پدر یگان گپی میگفته اتون مادرم رو بر نمیگرداند. برای همین گپ نزنید. التماس است برای خدا گپ نزنید. نه آوازتون رو شنیدم میخواهم نه رویتون رو دیدم. هر باری که شما رو ببینم درد بی مادری رو در اینجا حس میکنم. هر باری که به شما می‌نگرم سالهای بی مادریم به یادم میآیند. نفس کشیده نمیتوانم. پدر مرا میکشید.
اگر در باطنتون همینقدر محبت و قدر باشد روید و نزدم نآید. ماند آزاد نفس گیرم. رفتیم. خانم تا حال چرا انتظار هستیم؟ به هر دوتان عذاب نیست؟ برای چی به دخترتان نمیگویید؟ برای آن که بسیار دیر شده است بشیر. تا این وقت در کجا بودید؟ چرا نآمدید نمیگویید؟ حسابات اینقدر سال رو چه خیلی میدیم؟ بیناموس این را ببین. پولاد بیناموس پسر این شخص را کشته است. بیناموس از کودک خردسال چی میخواستی؟ او چی گناه داشت؟ اینها از خدا نمیترسن گل، از خدا نمیترسن. کودک آخر چی گناه داشت؟ نگاه کرده دلم ریش ریش میشود. خدایا دیوانه میشود. کم مونده است فرهاد. خدا خواهد همه‌اش رو یک یک فوش میکنیم. با مانند سایه از قفایشان رفته همه نیرنگشان رو فوش میکنیم. خواطر نشو. تونجل بعدی 2 روز حجت‌ها را محکم میکند. من سحر آن مرد را آگاه میکنم. اگر خوی من همراهی تو میروم. نه، تو بر وقتر یلدیز گفتنی خواهین را پیدا کن. کی بوده است؟ چی خیل ما را یافته است بفهم. بیاز خواهرم خوب استی؟ عذر میخواهم، بسیار عذر میخواهم. هیچ گپ نیست، بی‌ضرر است. برای چی عذر میپرسی؟ بیمان باز دستت رو نبری. بیاز خوب استی؟ التماس مرا ببخشید، مرا ببخشید. فهم و آرام شو بیاز. با 2 قدح نمیارزد. هرگز گریه نکن. طاقت دیدن اشک چشمانت رو ندارم. خوب سلام. مرحمت رئیسه، این نتیجه امروز است. آفرین، امروز بسیار کار کرده ای. تشکر. اکنون به من اجازت من میروم. شام بخیر. سواش این در حقیقت تو هستی یا اینکه باز مرا فریب میکنی؟ تو همان شخصی هستی که ما رو از شرکت بیرحمانه رانده بودی و استا خالد رو معیوب کردی و رفتی، یا شخصی هستی که این پول رو به دستم داده ای؟ تو کی هستی سواش؟ من پسر قلیج دهن سواش دهن هستم. میدانی بیاز، یک روز پدرم گفتن که خم نمیکنی. یکی پیدا شد سرم رو خم کنند. خم شدن رو نیز آموختم. مغلوب نمیشوی گفتند، اما شخصی بر من غالب برآمد. مغلوب شدن رو نیز یاد گرفتم. دوست نمیداری گفتند پدرم، ولی شخصی پیدا شده محبت رو از من گرفت. یاد میگیرم بیاز، تا حال یاد میگیرم. خطا بودن یاد داده های پدرم رو میآموزم. تو فکر میکنی که پدرم رو میشناسی، اما نمیشناسی. او از آنه که تو رو میشناسی ظالم تر است. مرد بیرحم است. از من انسانگری را گرفت، وجدانم را گرفت. حالا باشد من چیزهای گرفته‌اش را برای برگردانیدن کوشش میکنم، برای انسان شدن کوشش میکنم. تو که هستی فرهاد؟ که هستی؟ جناب اجازت هست؟ از یلدیز تا حال خبری نیست، اما از قفای تحسین شخصی را گذاشتم. فکر کردم که اگر آن شب همراه یلدیز باشد تکرارم به تماس میبراید. کماندان، بسیار دلگیر شدم ظفر، بسیار دلگیر شدم. این فانوس برایم تنگ است. من باید در اقیانوس باشم.
من باید فرهاد را پیدا کنم، وگرنه او مرا پیدا می کند و این آخری کاری من می شود. به من فرهاد را بیار. پسرم از سحر در کجا بودی؟ از خواطر شدن قریب میمردن. انسان باید خبر داده رود. مادر خواطر نشوید، آدمی گنده نمیمیرد. بی تربیه. من برای تو دل جگرم را پاره پاره کنم، تو باشی آمدم مادرت را دشنام کن. آفرین پسرم. مادر بهتر گیره کنید، حالا من خستم. طریق شرکت را به نام تو میگذرانم. چی؟ ده دین سوش آمد. تو اکنون اون گرنگ رو تماشا کن. این زن دیوانه شده است. چی مشکلی دارد؟ خوش آمدی پسری زیبایم. بیا بیا بیا. تو را بسیار یاد کردم فرزند زیبایم. مرحمت به اینجا بشین. خولای پیک مرا جیغ زده تینجی است. سوش پسرم، چه خیلی که شنیدم شرکت رو به نام خود کرده ای. اما در بین ما دیگر شرط نامه بود. البته میفهمم که کارت بسیار است، برای همین از خاطرت بر اومده است. برای همین من به تو خاطر رسال میکنم. برای از شرکت طلب نکردن یگان چیز شرط نامه هست و از روی این شرط نامه شرکت رو از آن خود کردن نمیتوانی. پسرم سحر همراه طریق به نوتاریوس رفته شرکت رو به نام پسرم نام نویس کن. آفرین پسرم، اجرا کن. نمی شود. این یک شرطنامه اویله دار شوی است. هنگامی با جانان اویله دار شدن این شرطنامه عملی می شود و من پگاه به نوتاریوس رفته نمی توانم. سحری بر وقت به دادگاه رفته دعوا می کنم. مادر این مرد کیست ها؟ یا اینکه با پدرم خیانت میکنه؟ خب کن سبسته نخوان. نه مادرت پولی پدرت را بسیار دیده به مدیران بانک پوره میدهد طریق جان. حیرت خانم پیک هنگام قلابی کردنش دستگیر شد. صورت حسابایی که برای عیاز کشوده شده ساخته بوده است. جوانی در خانه بوده رو چه خیلی فریب کردند. باقی مانده خبر رو بعدتر تماشا میکنید. خوش، من این را گیرم به شما تماشای خوش را تمنا میکنم خانمی پیک. خورسندانه رفت. چی گپ شد؟ خب کن پاسر چنان میزنم که جانت میبراید. مشت میگید پدرم آمدن. آخرین سخنهای پدرم است. لبای روزی خوش خانم. باید با جناب افق واخورم. گفتن که در خانه اشان هستند. حالا همسرم در خانه نیست. کمی پس می آید یا اینکه امروز عموما نمی آید. شما خوب هستید؟ قماندانم
باز این از کجا پیدا شد؟ قماندان آیشه اردک ارزروم به شما یک گفتنی دارم. مسافه بین ما 10 سانتی متر است. برای چی داد میزنی آیشه؟ باید من با شما صحبت کنم قماندان. یگان کس مرد؟ نه کسی نمرده است. خوب اگر مرده نباشد عاجل نیست. بعد بیا. تو نه. میخواهم که یک چیز رو جستجو کنی. بفرمایید خانم. شخصی رو جستجو دارم که به بخش ما دخل دارد. نسبش نیست. تنها نامش رو میدانم. گپ زنید میبینم. یلدیز گفتنی شخص است. یک میبینی؟ مساعدت کنید. انگشتتون خونشور است. خوب است خانم. هنگام تیار کردن خوراک شد. خوبه شما را دید التماس. وای گذر میگویم درو. سرده آرام شدید جا نکنم. همش خوب میشود. چی بود است؟ شاورش نه؟ چه خیل دانم فرستادم رفت. با شوهرت عاجلا بیا نگفتی؟ در کجا است؟ نمیدونم چیزی رو که خواستید کردم. اکنون ما رو ناراحت نکنید. ما رو به حال خود گذارید. به حال خود. بیهوده نیست. اما جای رو ولنگار کن. نمایش دزدی شود. فهمیدی؟ پریشان کن. شما میمیرید. تونجار کودکان را هم امر است. کودک و دیگر چیز فرق ندارد. خب کنید گفتم. هیچ ممکن نیست. این بیناموس ها در همینجا هستند. چرا با تلفن جواب نمیدهند؟ عجبا کودک ها بیمار شده باشند. نابکار زنگ نزده اینجا بیا. بامو نترسید. آرام باشه جا نکنم. آرام التجا میکنم. آرام باشه. آواز نبرارید. شما برای چی ویز میکنید؟ چی گپ شد؟ چی شد گفتم؟ هیچ گپ نیست. کودک ها رو میترسونه. التجا میکنم این خیلی نکنید. کی سرش را پورا نکنم. آمد رفته ببین. در آنجا چی گپ است اومد؟
در آنجا کی هست؟ چیکار میکنی؟ پسرم رو سر کن. با سرش میپرونم. فهمیدی؟ فهمم. در آنجا کی هست؟ دو سه میشمرم وگرنه کودک را میپرونم. التماس یگان کار نکن. التماس. یک. دو. التجا میکنم یگان کار نکن. اینجا بیا. نالان فرزندانم. تشکری زیاد باشه. اکنون آروم شوید. من بعد خطری نیست. نالان جان چی گپ است؟ نالان خوب هستید؟ چیکار کردی؟ یافته توانستی؟ با نام یلدیز یگان کارگر نداریم خانم. شاید نو آمده باشد. معلومات آنها در کجا می‌ایستد؟ در بایگانه پایان. قماندان آیشه اردک ارزروم. داد نزن گفتم. داد نزن. قماندان باید یک صحبت کنیم. من با شما کار دارم. اگر باری دیگر به نزدم بیایی این دستت رو میشکنم. فهمیدی؟ قماندان درد میکند. اوف. برای چی؟ برای چی مرا کشتن میخواهند؟ چون که شما آباد کردن میخواهید. آنها باشد خراب. تا امروز چند مقاله آید سلاحدار خون نمیریزد نوشتید؟ 20 30 تا هست؟ شاید بسیارتر باشد. هر کدامش رو 10 جوان خونده باشد. از آن جوانها تنها یکی به راه راست هدایت یابد. این معنای آن را دارد که شما خدمت خوب کرده اید. فکر میکنن که دست میکشم. آنها میخواهند گفته خب میشوم. با شرف و ناموسم قسم میخورم نمیگذارم که به شما مانع شوند. مقاله ها نوشتن گیرید. بعدا میگذاشتهشان خودشون گرفتار شوند گفته همه یک جای دعا میکنیم. اما اول یک مدت شما باید از چشم دور باشید. به یگان مهمانخانه خرد کوچید که از چشم دور و ناعیان باشد. من با شما به تماس میبرایم. کودک‌ها را احتیاط کنید. به مانند خودتان با ناموس و برای وطن و ملت فرزندی نیک تربیت کنید. خدا حافظ. جوان خوب. چه نام داری؟ عاشق دعوا، خواهد دیوانه، مجنون اگر خواهد، کریم یا اینکه فرهاد گوید. خودتان میدونید. خدا نگهبانتان. خدا یارت باد جوان دیوانه. تو کیستی یلدیز؟ کیستی؟ من گناهگارم. به همش من گناهگارم. کسی که به این کار شریک باشد آنها نیز دست خونین دارند. خون شهید. از اینجا به قلیج دهن میگویم. قلیج دهن، همین را بدان که مبارزه من نو آغاز می شود. من تو را برای گریه کردن به آنجا فرستادم. گریه نکن. گریه نکن. به من فرهاد را بیار. مرا به حالم گذار. مرا به حالم گذار.
بیاس جانم آروم شو. با تو چی شد؟ بیاس از کارهای شده ترسیده ای. آروم شو. تمام گذشت. آروم شو. ака ту бояд ҳатман намоишот кунӣ а? инсон бар ин додар гӯягар мемирӣ. чӣ кор кунам, ба ин корҳо одат накардаам. рафтем. бе ин ҳам ҳар рӯзи мо пур аз ташвиш аст. ё ҳамла мекунанд ё моро асир мегиранд. ин кори ман аст ака. намедонам ки ман рембоям ё сохтмончӣ. ту чӣ кор кардӣ? огоҳ карда тавонистӣ? ҳамин хел хуб аст. аҳамият надеҳ. омода кардӣ? не, дӯзанда ҳусейн набуд. ман бошам таваккалӣ коре кардам. сюрприз, ҳоло мебинӣ. умедворам ки сюрпризи бемаънӣ нест. вагарна мӯйҳоятро як мекунам. фаҳмидӣ? худоё тавба. бирон ака, бирон. зуд бош, меравем. برای چی ایستاده مپای بیاد؟ جانم رسمانی پای افضلم رو میبندم میرویم. سلام. با من چی شد خدایا؟ لبای؟ نه جانم هیچ گپ نیست. آفرین. با من همین خیل نگاه کن. جگرت آب شود. با قطعیت در روزهای نزدیک توفه بهترین را میدهم. صبر کن. табот болидааст ака? болидааст. инро бигир. чӣ хеле ки маслиҳат кардем. даҳонатро пӯш, кисаат пур мешавад. фаҳмидӣ? ин хел нагӯ ака, дукон аз они туст. ҳолат хуб аст? ба корҳои шуда ту айбдор нестӣ. чизҳои вазнинро паси сар кардӣ, мефаҳмам. аммо ту ба акаҳоят на дард, балки умед овардӣ. дигар ғамгин нашав. ман ба ту об меорам. Oyşa Urdek Erzurum. ای قماندان دستم رو نشکنید. از برای خدا یک چیز گفتنی هم آخر. گوش کن. میدونی چی کار میکنم؟ تو رو گوش میکنم. چی معما داری؟ زود باش با من بگو. فقط جدی باش. نقل کن. بعد از اینجا دف شده رو. خوب شده از قماندان. اکنون گپ زنم ممکن؟ بگو ایشه بگو. چی؟ ما در حجره‌مون 3 نفر هستیم، اما تو یک نفری ما نیست. همراهی میربه صحبت کردم او میخواهد که به حجره ما بیاد، اما برای عوض کردن حجره باید از قماندان اجازت گیریم. از بس که من شما رو به خود نزدیک میدونم، برای همین ایستو. تو ما رو به خودت نزدیک میدونی؟ تو این وقت برای همین در اطراف من میگردی. برای بعضی حجره به نزدم اومدی، همین طور؟ بله همین خیلی، اما قماندان
гӯш кун оиша урдек, бори дигар вақте ки номи маро мегирӣ ё захмӣ бош ё ин ки дар бистари мард бош, вагарна туро бо дастони худам мекушам. фаҳмидӣ? оиша урдек, итоат қумандон. акнун аз инҷо даф шуда рав, даф шав. офарин Илдиз, офарин, кори карданро кардӣ. исто, инҷо биё. ту чӣ гуфтӣ? чиз гуфтам. вай Илдиз, вай гуфт ки ман пай кардам. марҳамат гир хоҳарҷон. пас аз ҳодисаи гузашта акай Саҷид гирифта мондааст. дӯзанда ҳусейнро наёфтам ва худам духтам. чӣ хел шудааст? илтимос маро бубахшед. сабабгори ин ҳама ҳодисаҳо ман ҳастам. беҳуда худатро гунаҳгор накун хоҳарам. сари мо кай аз бало халос шуда буд ки ҳоло халос шавад. ту нури чашмонамон ҳасти хоҳарам. беаз? аяз ист. ӯ аз ҳодисаҳои шуда сахт асабӣ шудааст. ӯро ба холаш гузор. аслан ҳамсол ҳастем, аммо на он қадар самимӣ буд. ӯ бе ин ҳам духтари камгап буд. оиша зуд бош, ба ман расмаш лозим аст. эй, чӣ қадар хароб баромадаамад? кадомаш бигӯ, кадомаш аст? ин ана ин аст Илдиз Туран. худоё тавба, ин ҳамон аст. беяз. чӣ гап аст ака? ай аз андозаи ин чанд? 42 ака? баша нақши ин 42-ро ба пешонат сабт мекунам. он лухтакро чӣ хел духтӣ? мисли ҷодугар. худоё тавба. охир даҳонаш як тараф, бинияш дар як тараф, гӯшаш дар як тарафи дигар. хоҳарам ҳам диду тарсида гурехт. чӣ кор кунам ака? ман духтарро аз куҷо донам? дӯзанда ҳастам. дӯзанда ҳусейнро наёфтаму худам коре кардам, духтам. модоме ки зӯри бояд ту худат медухтӣ. гаранг, ба ту як супоришак додам, ҳамин хел пушаймон шудам. худоё тавба. ин хел шуданашро намехостам. илтимос маро бубахшед. ин номумкин аст. Doblado en Olimbusan, México. La venganza.